السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جواب به سوال‌های کامنتاری. سلام برادر، ختنه کردن در خواب چه تعبیر دارد؟ سوال دیگر: برادر، ژاله در خواب چه تعبیر دارد؟ التماس جواب بگویید. سوال دیگر: عرابه در خواب چه تعبیر دارد؟ سوال دیگر: سوگند خوردن در خواب چه تعبیر دارد؟ سوال دیگر: آیت الکرسی در خواب چه تعبیر دارد؟ التماس جواب گردانید، ضرور است. این بود یک چند خوابی که برادران و خواهران ما دیدند. انشاءالله به خواست الله جل جلاله جواب میگردانیم. برادر گرامی پرسیده است ختنه کردن در خواب چه تعبیر دارد؟ اگر در خواب ببیند که کسی او را ختنه کرد، به سنت و روش شریعت عمل میکند و نقصان در ختنه که کاملا ختنه نشود و چیزی باقی بماند، دلیل بر زیاد و افزایش مال و نعمت دنیوی است. اگر کسی در خواب ببیند که ختنه کرد، سنت و کاری مستحبی انجام میدهد که او را از گناه باز می‌دارد، و اگر ببیند که در وقت ختنه خون بیرون آمد، از گناهان توبه میکند، و اگر ببیند در حال ختنه به ختنگاه خود نگاه میکرد، به غم و اندوه دچار میشود و خطر آن است که به بدبختی و خذلان بیفتد. سوال دیگر: ژاله در خواب چه تعبیر دارد؟ اگر کسی در خواب ببیند در شهر یا کوی و یا کوچه و یا خانه ژاله بارید، از پادشاه به مردم آنجا رنج و زحمت وارد می شود، و اگر ببیند همراه ژاله باران و باد یا رعد و برق هم بود، آنجا قحطی و تنگی و یا زیان یا آفت روی می دهد. دیدن ژاله همراه باران در خواب دلیل بر نعمت و فراوانی و امنیت است، و اگر ببیند همراه ژاله برق هم می درخشید، مردم آن سرزمین با بیماری و رنج زیاد گرفتار می شوند. سوال دیگر پرسیده است عرابه در خواب چه تعبیر دارد؟ اگر کسی در خواب ببیند سوار عرابه شد، می رفت، شرف و بزرگی پیدا می کند. اگر ببیند پادشاه عرابه به او داد، توسط پادشاه به بزرگی می رسد. سوال دیگر پرسیده است سوگند خوردن یعنی قسم خوردن در خواب چه تعبیر دارد؟ اگر کسی در خواب ببیند که قسم راست خورد، به دست او کاری نیک انجام داده می شود یا امانت را ادا می کند یا به راستی گواهی و شهادت می دهد یا خیرات انجام می دهد و از آنچه می ترسد در امان می ماند. اگر ببیند قسم دروغ خورد، خدای متعال نسبت به او خشمگین است و او از خیر و نعمت اخروی به بهره می ماند، مگر آنکه توبه کند و به سوی خدای متعال برگردد تا نجات یابد. اگر ببیند قسم خورد در قرض و بدهکاری غرق می شود و به غم و زیان از سوی پادشاه گرفتار می شود. سوال آخرانی که در کامنتاری ما بود پرسیده است آیت الکرسی خواندن چه تعبیر دارد؟ آیت الکرسی که بزرگترین آیت قرآن عظیم شان در سوره بقره آیت 255 واقع است که اگر کسی در خواب ببیند آیت الکرسی میخواند، از گزندها و آفتها در امان میماند و کارش بالا میگیرد. آیت الکرسی را خواندن چی در خواب و چی در بیداری بسیار یک کار خوب و نیکی است، و خداوند آن بنده‌ای که چی در خواب و چی در بیداری آیت الکرسی میخواند، الله جل جلاله او را نگهبان است و دائما او را با فرشتگان محافظت میکند از شیطان لعین و از دیگر شیطان ها، چه انسی و چه جنی باشد. این بود یک چند خوابی که در کامنتاری به ما آمد، ما تعبیر نمودیم. خداوند یار و مددگارتان باد.